ما یک تعداد درس ها داریم در علم نجوم که در اونها قراره که به یک تعداد متون، یعنی متنهایی که به احکام پرداخته شده نگاه داشته باشیم. حالا یک مقداری از اینها رو بنده تنظیم کردم خودم، یک مقداریش رو قراره که در اختیار دوستان قرار بدم تا نسبت به اونها قراره که چی داشته باشیم؟ احکام داشته باشیم. در واقع اینا احکام هستند که مثال میگم نسبت به بروج، طالع اشخاص در برج‌های مختلف چگونه میتونه باشه. خب یا مثلا از لحاظ طالع بینی، اگر طالع حالش بد باشه چه تأثیرات منفی برای شخصیت کسی که داریم چارتش رو بررسی میکنیم یا بر روی شخصیتش، یا بیماری هایی که میتونه اون رو تهدید بکنه، یا علم هایی که میتونه بره دنبالش، یا فعالیت هایی که میتونه در جنبه های مختلف علمی داشته باشه، اینها رو با هم دیگه بررسی بکنیم و فرای اینها رو، خیلی بیشتر از اینها رو، مثال میگم تک تک کواکب، تک تک بروج و خونه ها احکام دارن طبق صحبت های قبلیمون و ما قراره که اینها رو به شما ارائه بدیم و صحبت بکنیم که مثال میگم اگر ماه در خونه اول بشینه احکامش چیه، اگر ماه در خونه ششم بشینه احکامش چیه، یا مثال اگر عطارد در خونه چهارم باشه چه حکمی ما باید صادر بکنیم، یا نظرات مختلفی که قرار در مورد اونها بیشتر صحبت بکنیم مد نظرمه. پس من یک سوالی میخوام از جمع دوستان بپرسم و نسبت به اونها درسمون رو ادامه بدیم. یک نظرسنجی میذارم، دوستان حتما شرکت بکنن تا روند کلاسمون مشخص بشه. سوال اینه که آیا دوست دارید که احکام رو نسبت به رتبه بندی اونها به صورت جزوه در گروه قرار بدم یا تصویر، در قالب تصویر؟ به تب هر کدومی که شما دوست داشته باشید بنده ارائه میدم. حالا با این که گفتم ما یک در واقع یک کتابی هم قراره در حالا 2 هفته 3 هفته بعد در کانال ارائه بدیم که مربوط به احکام نجومیه که اون حالا بسیار مفصل تر از این صحبت هاست و قراره که به اختیار طالبین این علم قرار داده بشه.